یو گایز چطورین بچه؟ هستم پدرو پالرمو و توی این ویدیو قراره که بریم ما هم دیگه هاپو کوچولوی من رو ببینیم و عشق و حال کنیم. قبل از هر چیزی لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو خفن. لیتس گو. آقا این از لئون گل گلابه که ماده است و قبل از اینکه من یوتیوب شروع کنم بوده حدود فکر کنم شهریور که الان شهریوریم فکر کنم، نمیدونم دقیق، فکر کنم 26م، نمیدونم دقیقا، فکر کنم تولدش رو بپرسم حالا از خانواده. تولدش رو 4 سالش میشه و اینم قدش رو بخوام بهتون نشون بدم، اینم تو کادر جامشه یا نه، انقدره و خیلی گوشاش قهوه‌ایه چون زیادم بیرون نرفته. پاستیلاش همه نرمه ها، همش نرمه و اینکه زیاد بیرون نمیبرنش، آدم غریبه میبینه پارس میکنه دیگه. توی شناسنامه‌اش هم که نام صاحب زده سلطان پدرام، دماغش هم که قهوه‌ای و لباش هم که میبینید دیگه مشکیه، خیلی عجیب. چشماش هم که مشکیه و خیلی کوچولوه دیگه، خیلی دوستش دارم. نکنه چطوری گایز؟ چطوری؟ و اینکه دقیقا من فکر کنم 9 یا 10 سالم بود که خریدمش یا 8، دقیق نمیدونم. خریدیمش، یعنی سگ من نیست، سگ خانواده است. پشمان رو نگاه کن، کلی قرار باش چالش بگیره. خدا میخواین کار خفن کنم براتون، ببرینشون پشت. Let's go. آقا میخوام کار همچین عجیب کنم، نه داره در میره، میخوام ببرمش براتون پشتا. اینا عشق داره میکنه، عشق. نه اونم براتون روشن کنم و عشق کوچولوه این از جیب من در بیاره دیگه، من چه فضولی. و خیلی شکمه، یعنی واقعا بتونه خیلی شکمه که کلی چالشه خفن قراره باش بگیریم با این کوچولو دوست داشتنی. که چند تاشو بخوام بهتون بگم، یکیشون اینه که میخوام ببرمش توی یه پت شاپی و 20 تا از اولین وسایلی که برسمتشون رو براش بخرم. البته الان نه، یه چند سال دیگه که میکنم که آدم به درآمدزایی اینا برسه، بعد یعنی پولش خودم راحت بتونم بدم دیگه. اوخی یه دونه دیگه هم اینه که قراره تیپ بزنم براش، استایل و داستان. ببریمش بلایند دیت. ناموسن بلایند دیت دوست داری ببریمت. تدی سگ ماهان هست، با اون میبریمت بلایند دیت. راستی ماده هم هست و خیلی گوگلیه دیگه. اینم مساحت دستا به این شکل با میشه و خدا این هم بود این ویدیو. زیاد ویدیو هیجانی نبود میدونم، ولی خب این لئون خوشگله توش بود دیگه. مرسی که ویدیو رو تماشا کردین. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه و تا ویدیوهای بعدی میبینمتون. پیس. دست برسید آولت، دستت نمیرسه مجبوری میگی پدام. من خدافظی کنم، تموم شد بابا. برو حقوقتو بهت میدم.